در باب مضرات شانه چوبی. الان خونه مادر بزرگمم. گفتم داستان امروزمو بخونم که خونده باشه. میگه در باب مضرات شانه چوبی، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی روزگاری در ولایت قربت یک زن و مردی زندگی میکردن که فرزندی نداشتن و از این بابت کلی قصه میخوردن. سالها گذشت تا یک روز که زن و مرد بیچاره توی خانه‌شان نشسته بودن و هی آهای سوزناک میکشیدن. یک مرتبه فرشته مهربان ظاهر شد. مرد و زن که از دیدن فرشته مهربان ذوق زده شده بودند به پایش افتادند و گفتند: ای فرشته مهربان، دستمان به دامنت، ما را بچه دار کن. فرشته مهربان با هزار ضرب و زور و بدبختی دامنش را از چنگ آنها در آورد و گفت: 3 کنج سقف اتاق معلق. دامنش را از چنگ آنها در آورد و رفت 3 کنج سقف اتاق معلق ایستاد و گفت: ای بابا، چه خبرتان است؟ من که متخصص زنان و زایمان نیستم. بدانید آگاه باشید که این جانبه یک فرشته مهربانی می باشم که آمدم در اینجا به دنبال پینوکیو و تخصص این جانبه بیشتر در خصوص اعمال زیبایی و پلاستیک. هیچی، مادر بزرگم داره تکون میخوره. از قبیل کوچک کردن دماغ و غیره می باشد. بیایید، این موی دختر خاله من است، آن را آتش بزنید تا خودش ظاهر شود و مشکلتان را حل کند. فرشته مهربان یک تار مو به زن و مرد داد و غیب شد. زن و مرد با عجله مو را آتش زدند و بلافاصله دختر شاه پریان ظاهر شد. آنها مشکلشان را با او در میان گذاشتند و از او کمک خواستند. مخصوصا زن بیچاره بنا کرد به گریه کردن و گفت: اینقدر اعصابم از این بابت ناراحت است که روزی 10 تا از این قرص ها میخورم. دختر شاه پریان با تعجب گفت: همین قرص ها که سر تاقچه است و پشتشان نوشته شنبه، یک شنبه، دوشنبه؟ زن گفت: بله. دختر شاه پریان سری به تأسف تکان داد و گفت: با خوردن روزی 10 تا قرص ضد بارداری توقع داری و چطور هم بشوی؟ اینها رو ببر بریز توی جوی آب. زن قرص ها را برد و ریخت توی جوی آب و بعد از 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت و 9 دقیقه و 9 ثانیه یک پسر زایید و اندازه فندق. اسم بچه را گذاشتن رستم قلی خان. سالها گذشت و در طول این سالها رستم قلی خان حسابی رشد کرد و شد اندازه گردو. چه رشد چشمگیری! یک روز که رستم قلی خان روی دسته چپق پدرش نشسته بود و داشت سیبیل‌هایش را تاب می‌داد، مادرش آهی کشید و گفت: ای پادشاه ظالم، خدا از تو نگذرد که شانه چوبی ما را گرفتی و بردی گذاشتی توی خزانت. پدر رستم قلی خان هم که دید پسرش برای خودش مردی شده و حسابی کیفور بود گفت: بله، اگر شانه را نبرده بود الان میدادیمش به رستم قلی خان تا سبیلش را با آن شانه کند. رستم قلی خان گفت: شانه چوبی؟ کدام شانه چوبی؟ مادر رستم قلی خان گفت: بله مادر، شانه چوبی. وقتی با پدرت عروسی کردم یک شانه چوبی سرجهازم بود که در 7 اقلیم عالم مثل آن پیدا نمی‌شد و پدرم آن را به 2 قران و نیم از بنگالی خریده بود. پادشاه جابلقا که حکایت آن شانه را شنیده بود به ولایت ما لشکر کشید و شانه را از ما گرفت و برد گذاشت توی خزانه. رستم قلی خان که خون جلوی چشمش را گرفته بود از دسته چوب پرید پایین و در حالی که بخچه سفرش را سر چوب میزد گفت: ای پدر مادر گرامی، من همین الان میروم در ولایت جابلقا تا شانه را از پادشاه ظالم پس بگیرم.
هرقدر پدر و مادر رستم قلی خان خواستن مانع رفتن او شوند، حریفش نشدند. سرآخر بستر و روی او بوسه دادند و روانش کردند. رستم قلی خان همینطور رفت و رفت تا رسید به یک غول بیشاخ و دم. غول گفت آهای رستم قلی خان. او با اون اندازش نمیدونم چجور غول اونو دیده. آهای رستم قلی خان کجا می روی؟ رستم قلی خان گفت می روم در ولایت جابلقا تا شانه چوبی مادرم را از پادشاه ظالم پس بگیرم. غول گفت می شود من هم بیایم؟ رستم قلی خان گفت ایرادی ندارد، بیا برو توی بقچه من. این مگه خودش روی چپوق نبود پرید پایین؟ چجوری غوله رو گذاشته تو بقچهش؟ فعل کن. رستم قلی خان گفت ایرادی ندارد، بیا برو توی بقچه من. غول رفت توی بقچه و رستم قلی خان به راه افتاد. رستم قلی خان همینطور رفت تا در پای کوهی رسید به یک مار آرزومند. مار آرزومند این توضیح از اوشون نگارنده است که میگه مار آرزومند امروزه خیلی کم پیدا میشود. میگوین وقتی عمر مار از 100 سال بگذرد میشود مار آرزومند. این مار هر آرزویی بکند برآورده میشود و حتی میتواند به شکل آدم یا هر موجود دیگری درآید. این بنده نگارنده در طول عمر خود تنها 4 یا 5 مورد با مارهای آرزومند برخورد داشته و اطلاع چندانی از شیوه زندگی، نحله فکری و فلسفی وجودی این عزیزان ندارد. توضیح از اوشون. مار آرزومند گفت رستم قلی خان کجا می روی؟ رستم قلی خان گفت می روم در ولایت جابلقا تا شانه چوبی مادرم را از پادشاه ظالم بگیرم و بیاورم و سیبیلم را با آن شانه کنم. مار آرزومند گفت می شود من هم بیایم؟ رستم قلی خان گفت چرا نمی شود؟ بیا برو توی بقچه من. مار آرزومند رفت توی بقچه و رستم قلی خان به راه افتاد. رستم قلی خان باز هم رفت تا رسید به یک نسیم. به کجا چنین شتابان؟ نسیم از رستم قلی خان پرسید. رستم قلی خان گفت می روم در ولایت جابلقا. نسیم چشمکی زد و پشت چشمی نازک کرد و گفت ای شیطان، پس تو هم مثل من فراری هستی، جا داری یا نه؟ رستم قلی خان گفت بله، بیا برو توی بقچه من. همه رو حواله بقچه‌اش کرده. این توضیحش از من بود. نسیم هم رفت توی بقچه و رستم قلی خان به راه افتاد. باز هم رستم قلی خان رفت تا رسید به دایناسور. دایناسور گفت فوف ایس او هایس. از فحوای کلام دایناسور فوق ذکر برمی آید که این موجود از تیره تیرانازوروس بوده و این است ترجمه فرمایش او. ای رستم قلی خان، به درستی که من میدانم تا می روی در ولایت جابلقا به دنبال آن شانه که پادشاه ظالمان را گرفته، پس آیا هست اجازه که باشم با شما؟ چه دایناسور با شعوری. با تشکر از جناب دکتر فدریکو فاستونی ویلا باژیلا، رئیس انستیتیو پژوهی دایناسور شناسی که در ترجمه این بخش نگارنده را یاری کردم. رئیس اینا رو من تلفظشو بلد نیستم. رستم قلی خان آنقدر رفت تا رسید به ولایت جابلقا. یک سر رفت دم در قصر پادشاه. دست بر قضا پادشاه ولایت جابلقا روی بالکن قصر نشسته بود و بیرون را تماشا میکرد. رستم قلی خان سینه‌اش را صاف کرد و داد زد آهای پادشاه ظالم، اگر نمیدانی بدان که به من میگویند رستم قلی خان قربتی. این همه راه رو کوبیدم و آمدم تا شانه چوبی مادرم را پس بگیرم. اگر پس دادی که پس دادی، وگرنه میزنم این ولایت را با خاک یکی میکنم. پادشاه جابلقا که اتفاقا خیلی هم اهل تساهل و تسامح بود، با تعجب پرسید کدام شانه؟
در همین وقت یکی از نوکرهای قصر امان خواست و گفت قربانت کردم 20 سال پیش در ولایت غربت این بنده یک شانه چوبی به قیمت 5 قران از یک زن و مردی که فرزندی هم نداشتن خریدند. شاید آمدن همان را پس بگیرند. پادشاه گفت میگویم آن 5 قران را به تو بدهند. شانه را پرت کن پیش این یارو تا برود و اینقدر قربتی بازی در نیاورد. نوکر قصر شانه چوبی چرکی را از بغل بیرون آورد و پرت کرد پیش پای رستم قلی خان. رستم قلی خان که دید پادشاه ظالم حسابی از جبروت و زور بازوی او ترسیده، شانه را برداشت و برگشت به سمت ولایت غربت. رستم قلی خان بین راه زیر یک درختی نشست و بقچه‌اش را باز کرد. نسیم از بقچه بیرون آمد. رستم قلی خان گفت سلام نسیم خانم. نسیم گفت اولا سلام، ثانیا اسم من نسیم نیست، اسم اصلی هم یه چیز دیگری است، ولی 3-4 سالی هست که هر روز یه اسمی دارم، پر هر اسمی دوست داشتی صدایم کن. رستم قلی خان گفت جل الخالق و بلکه هم جل المخلوق. خب آن ستای دیگر کجا هستن؟ آن قول و مار آرزومند و دایناسور. نسیم گفت نمیدانم، توی راه یک مرضی گرفتند و منقرض شدن، حیف شدن طفلی ها. رستم قلی خان آهی کشید و گفت خدا بیامرزتشان. خب بیا یک چیزی بخوریم، من یک مقدار نان و پنیر دارم، تو چی داری؟ نسیم اشفی آمد و گفت من HIV دارم. رستم قلی خان گفت پس خودت بخور، من از این غذاهای خارجکی دوست ندارم. رستم قلی خان غذایش را خورد و بقچه‌اش را بست و با دخترک خداحافظی کرد و به راه افتاد. اما بشنو از 6 ماه بعد که سیبیل‌های رستم قلی خان به کل ریخت و پدر و مادرش هم کچل شدند و معلوم شد که نوکر پادشاه ولایت جابلقا کچلی داشته. ما از این افسانه نتیجه میگیریم که رستم قلی خان جوان عفیف و پاکدامنی بوده است. قصه ما به سر رسید، قلاقه به خونه‌اش نرسید.